یه عده‌ای آمدن محضر پیغمبر گفتن خیلی معصیت کردیم. خب شأن و نزول آیه است، خیلی معصیت کردیم، چیکار کنیم؟ حضرت فرمود که توبه کنید. اگر ما توبه کنیم با این همه معصیت، با این همه گناه، ما رو به درگاه خودش راه میده. این خدایی که تو برای ما تعریف کردی شرممون میاد که با این همه گناه در محضرش بگیم که ما رو ببخش. آیا به ما راه میده؟ عبارتی که آیا ناظر شد فرمود به این معصیت کارا فقول، به پیغمبر میگه بگو، به این معصیت کارا بگو سلام علیکم. آدم همیشه قرآن میخونن ولی توجه نمیکنیم. به این فقول به کی بگم؟ برای شأن نزول نگاه کنید تو تفسیر، به همین دیگه میخواد نماز شب بلند شه خجالتش میاد پیش من بشینه، ولی با همه حالت برای نماز شب بلند شه بشینه، دلهوره داره، میگه شاید منو نپذیره، ولی بهش بگو من اول بهش سلام میکنم، بعد بهش بگو کتب ربکم علی نفسه الرحمه، بهش بگو که من بر خودم رحمت رو واجب کردم، من واجب الرحمه.